بعداً السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیغمبر ما و شما که حدیث متفق علیه است و لفظ بخاری هم هست که راوی این حدیث حضرت ابو هریره هست. میگوید نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. رسول اکرم میگوید دو نعمتی هست که در بین بندگان خدا که بندگان خدا در این دو نعمت بسیار فریب میخورند. که رسول اکرم گفتند این نعمت ها کدام است؟ الامن و العافیه. این آرامی هست و سلامتی هست. در بعض حدیث فراغت هم آمده است، یعنی بیکاری هم آمدگی هست. از این خاطر یک جایه با شما دعا میکنیم که خدای مهربان در این دو نعمت ما و شما فریب نخوریم، بلکه به قدر این دو نعمت ما و شما برسیم که گفتیم یکی از آنها این تنصیحتی هست: اللهم عافنا فی بدننا، اللهم عافنا فی بصرنا، اللهم عافنا فی سمعنا. پروردگارا صحت و سلامت نگه بدار بدنهای ما را. خدایا از جمیع جراحت، از جمیع زخم و زنگال این بدنهای ما را نگه بدار. و خدای مهربان، بینایی هم چی نعمت بزرگی هست. تا دم آخر بینایی ما را از ما جدا مگردان. خدایا شنوایی ما را هم از ما جدا مگردان. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام و من سیء الاسقام. خدای مهربان، درد دهنده خودت هستی، شفا دهنده هم خودت هستی. بیماری هایی که داریم شفای کامل و شفای عاجل خدا نصیبشان بگردان. و خدایا به سوی تو از کسل پیسی، از کسل دیوانگی و از هر گونه زخمهای بد خدایا پناه طلب میکنیم. و خدایا آرامی هم که چی نعمت بزرگی هست که این سبب جمع شدن ما و شما این مسجدهای کشاده، این صدای الله اکبری که با این میکروفون ها داده می شود، همه این سببش آرامی هست. خدایا این آرامی ها را برقرار و بردوام در این جمهوری ما نگه بدار. خدایا هر دشمنی که میخواهد که ناآرامی در این وطن ما اندازد، خدایا در نقشه خودش را مبدل بگردان. و خدایا ملت اسلام را، دین اسلام را بالای همه ادیان خدایا پر قوت و پر عزت نگه بدار. و خدایا صف مسلمان ها را در روی دنیا زیاده بگردان و دین اسلام را پروردگار بالای همه دین های منسوخ شده غالب و استوار نگه بدار. و خدایا رهبریت که بالای سر ما و شماست توفیقشان خدایا رفیق بگردانی، عمر دراز و تنی صحت خدا نصیبشان بگرداند. و این تاجیکستان ما را خدایا در بین همه دولت ها، چه از جهت فرهنگ و چه از جهت دینداری و چه از جهت اقتصاد خدایا شهرتمند بگردانی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. جمعه پیشین موعظه‌ای که داشتیم از سوال و جواب عبارت بود. و البته چند جمعه‌ای که به سوال و جوابها
به موضوعهای حقوق شوهرها و حقوق زنها ما و شما که آماده بودیم سوالهای خیلی زیاد و ما فرستادن و ما یک قسمتی او را جواب گفتیم. الحمدلله امروز هم از همان سوالها باز یک قسمتش نزد من است، جواب میگویم و جمعه آینده خدا خواسته باشد در باب فضیلت نماز با شما صحبت میکنیم که البته میفهمیم که نماز در اسلام چه اهمیت دارد و اگر وقت شود در باب بی نماز هم صحبت میکنیم. اگر نشد باز جمعه آیندهش زنده و سلامت باشیم در باب شخصانی که بی نماز هستند، اونها را اسلام چه حکم میکند با شما صحبت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دواملای عزیز. آیا افیان برای خنکی زدگی خوردن درست است یا نه؟ البته یعنی افیان از روی دستورات اسلامی این حرام است. خوردن افیان، استفاده بردن افیان این حرام است. چگونه که بر شما حدیث گفته بودیم ان الله لم یجعل شفاءکم فيما حرم علیکم، که پیغمبر خدا گفته بوده است که خداوند در آن چیزی که خدا او را حرام گردانیدگی است شفای شما در او موجود نیست. یعنی افیان برای آنی که گرم است در خنکی زدگی استفاده میبرند. برای خنکی زدگی هم حلال کرده های خدا زیاد است. شما از حلال کرده های خدا استفاده کنین، چه از گوشت گوسفند باشد، چه از عسل باشد، چه از گوشت مرغ باشد که اینها خیلی گرم هستند که حتی طبیب ها برای آن کسانی که فشار خون دارند اجازت نمیدهند که از اینها استفاده کنند برای که اینها گرم هستند. برای همین آن چیزی که برای ما و شما خداوند حلال گفته است با او تبابت میکنیم. حرام هم فقهای ما و شما، چه صاحب خلاصت الفتوا هم، چه فتوای عالمگیریه هم، چه فتوای هندیه هم، حضرت ها رخصت میدهند در حالتی که از همه حلال کرده های خدا انسان استفاده میبرد. وقتی شفا نمییابد بعداً طبیب پیدا میشود که یقینا میداند هوایی نه که ممکن که صحت شوی نه، بلکه 100% میداند که فلان حرام کرده خدا در فلان در شفا هست. اون زمان برای شما مباح میگردد که باید استفاده کنین. لیکن یک باره به حرام کرده های خدا دست نزنید برای تبابتتان. بلکه امروز خدا را شکر که شما اطراف نظر کنین چی پیشرفت در طب ما و شما هست. به دکترها مراجعت کنیم، به این حلال کرده های خدا مراجعت کنیم، انشاءالله این بهتر است. از جمیع این گوشت های حرام و از این نوشاکی های حرامی که هستند از اینا اجتناب کنید، این برای شما بهتر است. اگر شما افیان یک بار یا دو بار اگر استفاده کنید، وقتی طبیعت اگر عادتی و گیرد شما الک افیونی میشوید، دیگر دائم لازم میشود که شما دیگر افیان استفاده برید. دوم، آیا عالم را دستش را بوسه کردن جایز است؟ در رد المختار که خیلی فتوای با نفوذ است از مذهب ابو حنیفه، ابن عابدین صاحب این رد المختار علی در المختار است. این حضرت من کتابش در این باب تماشا کردم، صفحه 383 این حضرت میگه از جهت تبرک دست عالم بوسه کردن جایز است. دست عالم باشد میگه، لیکن با عمل باشد، حقیقت گو باشد. دست عالمی که نامش عالم باشد لیکن خیانتی در اسلام میکند، دست وی بوسه کردن جایز نیست. حتی وی زیارتش درست نیست. بوسه کردن یک طرف،